با سلام، سهراب نیکاذر هستم. با فرادرس آموزش تصفیه آب و پساب صنعتی در خدمتتون هستم. در این فرادرس در مورد تصفیه آب و در مورد تصفیه فاضلاب یا پساب صنعتی صحبت خواهیم کرد. در قسمت ابتدایی که در مورد تصفیه آب یا بهتر بگیم تصفیه آب آشامیدنی صحبت میشه، در درس یکم مقدمه و کلیاتی نسبت به تصفیه آب رو مطرح میکنیم. در درس بعدی تعاریف، مفاهیم و اصول اولیه‌ای که برای فهم تصفیه آب ما به اونها نیاز داریم رو بیان میکنیم. و در درس سوم فرایند یا شمای کلی از فرایند یک تصفیه خونه آب رو بررسی میکنیم. مراحل و فرایندهایی که در اون وجود داره یا ممکنه وجود داشته باشه رو با هم بهتر میشناسیم. قسمت دوم این فرادرس که به تصفیه پساب میپردازه در مورد مقدمه و کلیات تصفیه پساب صحبت میشه. در درس بعدی یک فرایند کلی از تصفیه خونه های پساب رو مطرح میکنیم و مراحلی که ممکنه اونها رو شامل بشه رو توضیح خواهیم داد. در درس بعدی تعدادی از صنایع که دارای پساب هستند و تصفیه پساب اونها از اهمیت به خصوصی برخوردار هست رو معرفی میکنیم و فرایند تصفیه پسابشون رو از نظر میگذرونیم. و در قسمت آخر یا در درس هفتم هم در مورد آینده، چشمانداز و مسائلی که پیش روی تصفیه پساب وجود داره صحبت خواهیم کرد. حال بپردازیم به مقدمه و کلیات تصفیه آب. سرفصل‌هایی که در درس اول اونها رو مرور خواهیم کرد، ابتداعاً یک مقدمه و هدف از بحث تصفیه آب هستش. در ادامه در مورد تاریخچه تصفیه آب صحبت می‌کنیم. این که چی شد؟ بشر پی برد به این که باید آب آشامیدنی خودش رو تصفیه بکنه. چه مراحلی رو طی کردیم تا به امروز رسیدیم. در قسمت بعدی در مورد لزوم تصفیه آب صحبت می‌کنیم که چرا لازم هستش تا ما آب رو تصفیه بکنیم. در قسمت بعدی در مورد موارد استفاده‌ای که از آب داریم صحبت می‌کنیم. انواع منابع آب رو معرفی می‌کنیم و در قسمت‌های آخر انواع ناخالصی‌های آب و شیمی آب رو مطرح خواهیم کرد. همیشه از ابتدایی ترین روزهایی که بشر خودش رو شناخته بحث تامین آب آشامیدنی براش مطرح بوده و هدف اصلی تصفیه آب به شمار می اومده. پس از اینکه افزایش جمعیت و توسعه صنعت و اقتصاد جامعه بشری روز به روز افزایش پیدا کرد و پیشرفت کرد، آلودگی محیط زیست هم به همون نسبت افزایش پیدا کرد و بشر متوجه شد که دیگه نمیتونه تصفیه محیط زیست رو به خودش و اون صفت خودپالایی که محیط زیست داره بپردازه. بنابراین یک تلاش و اقدام جدی لازم هستش تا آلودگی‌های محیط زیست رو به کمک خودش از بین ببره. بشر در واقع بیاد به کمک این محیط زیست تا آلودگی‌هایی که خودش داره بر محیط زیست تحمیل میکنه مجتمع نشه و اونها رو از بین ببره. آلودگی محیط زیست نه تنها بشر رو محدود میکنه تا اینکه محیطی که در اون داره زندگی میکنه از سلامتش کاسته بشه و امکان زندگی بشر رو توی یک محیط سالم از بین میبره، بلکه تغییرات شدید و مهمی رو هم در اقلیم و آب و هوای کره زمین هم به وجود میاره. اولین تلاش جدی جامعه بشر و کشورها در دنیا برای حفاظت از محیط زیست برمیگرده به کنفرانس 1972 استکهلم که در این تصویر برشی از اون رو میبینیم. در این کنفرانس که در شهر استکهلم برگزار شد، آلودگی و تخریب محیط زیست که عمدتاً ناشی از رشد صنایع در اون دوران بودش، به عنوان بزرگترین خطری شناخته شد که میتونست جامعه بشری رو تهدید بکنه. این کنفرانس سرمنشأی شد برای اینکه کشورها و جامعه بشری رو ترغیب بکنه و هلشون بده به سمت اینکه ما باید از منابع آبیمون حفاظت بکنیم و یکی از اولین تعهداتی که کشورها دادن احداث تصفیه خونه‌های فاضلاب بود، یعنی اینکه آب مصرفی شهرها و صنایعمون رو همینطوری به دامن طبیعت رها نکنیم و اونها رو از یک مراحل تصفیه‌ای بگذرونیم. هدف چی بود؟ هدف این بودش که بتونیم سلامت محیط زیست رو تامین بکنیم، از این کره خاکی که به ما به ارث رسیده محافظت بکنیم و اون رو به طرز سلامت و پاکیزه‌ای به نسل‌های بعد منتقلش بکنیم. برنامه مدونی طرح‌ریزی شد و تصویب شد که کشورها باید برای احداث تصفیه خونه‌های فاضلاب تلاش جدی بکنند.
به طور کلی اگر که بخوایم تصفیه آب رو تعریف بکنیم و یک تعریف اولیه و کلی نسبت به اون داشته باشیم، میتونیم بگیم که هر فرایندی که کیفیت آب رو بهتر بکنه و اون رو برای هدف خاصی که مد نظرمون هست آماده بکنه بهش تصفیه آب گفته میشه. حالا در مورد اینکه این هدف خاص چیا میتونه باشه یا این کیفیت آب چگونه تعریف میشه در ادامه به تفصیل صحبت خواهیم کرد، اما فعلا همین تعریف رو از تصفیه آب بپذیریم که تصفیه آب به فرایندهایی گفته میشه که کیفیت آب رو برای هدف مد نظر ما بهبود میبخشه. ابتدایی ترین تمدن‌های بشری همیشه از ابتدا و از وقتی که مورخین اونها رو ثبت کردن همیشه در کنار منابع آب شکل گرفتن. حالا این منابع آب استفاده‌های متعددی براشون داشته، من جمله کشاورزی، آشامیدن و شستشو. منابع تاریخی متعددی از تلاش‌های اولیه انسان حاکیه که برای حذف ذرات معلق، طعم و احیالاً بوی بدی که آبها داشتن حکایت میکنه. در حدود 4000 سال پیش از میلاد حضرت مسیح در نوشته‌های سانسکریت و یونانی ذکر شده که بشر از نوعی زغال چوب استفاده می‌کرده تا بتونه آب رو فیلتر بکنه. همچنین آب رو در معرض نور خورشید قرار میداده و یا تکه‌های از فلز داغ رو پیش از اینکه آب رو بنوشه در اون قرار میداده تا بو و طعم بد آب رو حذف کنه.